سلطان قلبم. آخر این کار ختم به خیر نمیشه، از من گفتن. حق با تو موسی، خدا آخر عاقبتمون به خیر. هنوز منتظره؟ منتظر سرورم. من تو عمرم همچین زن کل شقی ندیدم. سرورم، از روی محبت میشه قبولش کنی؟ نه، دیدم که محبت مرض میاره. سرورم عرایز منو لطفاً گوش کنید، خواهش میکنم. ظاهر، تیر و کمونم آماده کنید. نشونه ها هم همینطور. میخوام برم تیراندازی. اطاعت سرورم. سرورم خیلی تلاش کردم، این دفعه دیگه ولتون نمیکنم. باید حرف بزنم. سرورم خواهش میکنم بذارید حرف بزنم. ظاهر، تا بلای سرش نیومده برید بیاریدش. سرورم اینجا منو پیدا کردی؟ سرورم ازتون خواهش میکنم باید حرف بزنید. اجازه میدین حرف بزنم؟ خب بگو، گوش میکنم. سرورم من رازمون رو به یکی گفتم، درسته. حق دارین که ازم عصبانی بشین، ولی من شایعه پخش نکردم. از گوشه ذهنم رد نمیشد. خواهش میکنم باور کنید. به یه نفر گفتی آنم، در حالی که تذکر داده بودم. چه به یه نفر چه به هزاران نفر، چه فرقی داره؟ اگه میدونستم اینجوری میشه اصلا نمیگفتم. همه ممکنه اشتباه کنن، شما ببخشید. تو زندگی من جایی برای اشتباه نیست آنم. اگه کس دیگه ای بود شاید، ولی چون تو این کارو کردی نمیتونم. وای، اگه تو اتاق باشه چی؟ بهت بگم بیرون کار داشت، از صبح رفته بیرون. خب بیاد ببینه چی میشه. اینقدر اعصابمو خورد نکن دیگه. این نامه رو ببر. ببین من اینجا وایستادم، اگه کسی اومد مشغولش میکنم. باشه؟ باشه، برو دیگه.
تشریفتو آوردی چه کار میکردی این همه مدت اون تو نامه رو قاب میکردی؟ نه گذاشتم رو میز. باور نمی کنم این کارو کردم. واقعا نامه رو گذاشتم. حالا ببین چطور میاد به دیدنت. کل روز دنبالش راه افتادم، هر کاری کردم، هر چی گفتم، ولی نبخشید. پس از تو لجبازترم هست. خیلی دلش رو شکستم، ولی دیگه کاری نمیتونم بکنم. بیشتر از این از دستم بر نمیاد. لونت خیلی بهت میاد. بالاخره جایی که واقعا لایقته پیدا کردی. اینم شانس آورد. این دیگه چیه؟ بهش میگن سوپ، ولی مثل آب لباس چرکا میمونه. چند وقت غذاها اینجوری شده، خدا رو خوش نمیاد. آشپزخونه خیلی بد پخته، امروز اصلا نمیشه شما خوردش. این قضیه رو به جبری کالفا گفتیم؟ گفتیم، ولی کی به حرف ما اهمیت میده؟ این چه حرفیه عزیزم؟ شما هم منسوب به این قصر هستین، چرا اهمیت ندن؟ دهن باز کنیم مجازات میشیم کبوتر. قوانین بیرون اینجا جواب نمیده، قوانین قصر اینجا حاکمه. اوه خانوما، قوانین واسه زیر پا گذاشتنه. حالا که به درد ما نمیخوره پس عوضش میکنی. بعد از غذا جمع میشیم و راجبش صحبت میکنیم. تو این حرم سرا وقت اصلاحات رسیده. سرورم، میدون گوشت خیلی شلوغ شده. بعضی از افراد ینیچری اسامی دادن ولی اکثرا مخالفن. امروز کم مونده بود آشوب به پاوش سرورم. پس راهو داریم درست میریم پاشا. تو میدون برای 3 روز نیرو اضافه کنید. اگه کسی مشکل به وجود آورد بگیرینش. اطاعت میشه. ولی ترسم اینه که افراد خائن تو ینیچری به زودی آشوب به پا کنن. اگه آشوبی که به پا میکنن سر خودشونو به باد نده، بذار بکنن پاشا. هم ینیچری هم علما بنده های من هستن. من نیروهای خودم رو قانع میکنم. فرض کن همه فرمانده هم نیروهاشون رو قانع کردن، ولی خیلی از نفرات به پادشاه وفادارن. اینو شما هم میدونید. اگه اونا ملحق نشن و برعکس از پادشاه طرفداری کنن، معلوم نیست این کار به کجا ختم بشه. آقا اسمت راست میگه. آقایون شما فکر میکنین بقیه از روی صداقتشونه که به پادشاه وفادارن؟ فقط از روی ترسشون. میترسن. ما حالا شورشو بپا کنین. آقایون به خاطر دین و دولت و شرعیت موافق شورش هستید؟ آقایون من هستم. کافیه دیگه. منم هستم. 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 شورش مبارک باشه. شورش مبارک باشه. تو لایحه‌ای که دادم خدمتتون این موضوع رو خاطر نشان کرده بودم، ولی متاسفانه تو ینیچری جاسوس‌های ما لو رفته بودن همشون. پس اون وقت ما یه سرباز ینیچری که هیچکی بهش شک نکنه و ما هم بهش اعتماد کامل داشته باشیم و لازم داریم. اون سرباز ینیچری به اسم جوانمرد که سالحه را نجات داد و سری پیدا کنیم. دختر جان، خیره به چی میخندی؟ با کی حرف میزنم آخه؟ صالحه؟ بله. کجایی؟ هیچ جا. همینجوری رفتم تو فکر. صالحه به نظرت نامیک پاشا نامه منو خونده؟
اسممو ببینه خدا میدونه چقدر تعجب کنه. ای وای خدای من، چی شد؟ یادمون رفت تو نامه اسمتو بنویسیم. هرچی از تو به من برسه قشنگه، چه مخمل باشه چه کفن، چه گل تازه باشه چه خار. خشمتم قشنگه، لطفتم قشنگه. اگه احساسمون متقابله، فردا عصر تو باغچه قصر زیر درخت چنار منتظرت وای میستم، شاید بیای. باز دنبال چه بازی هستی؟ خب گوشم با تو آقا خالد، ادامه بده. بالاخره آخرش اونایی که تردید داشتنم قانع شدن که اینجوری نمیشه ادامه داد. قرار گذاشتن واسه این که شورش کنن. عالیه. حالا محمود بره فکر کنه چی قراره سرش بیاد. سلطانه، باید میدیدید اسمتون رو با چه هیجانی می آوردن. وقتی به تخت بشینم همه رو جبران میکنم. البته زحمات تو یادم نمیره آقا خالد. مطمئن باش بزرگترین پاداش متعلق به تو خواهد بود. حاشا سلطانه، من برای جبران این کارا رو نکردم. از محبتم به شما دارم انجام میدم. خودتونم میدونی. میدونم آقا خالد، میدونم. خانوما، وقت اینه که متحد بشیم. اگه با هم یکی باشیم، جبری کالفا دیگه نمیتونه در مقابل ما وایسه. اگه مجازات بشیم چی؟ اگه همه با هم حرکت کنیم، کیو میخوان مجازات کنن؟ فیلسوف بزرگ چی گفته؟ انسان آزاد به دنیا میاد، ولیکن همه جا به زنجیر کشیده میشه. الان وقتشه که ما این زنجیرها رو پاره کنیم. این فیلسوف کیه؟ ما رو میشناسه؟ اون خانوم خیلی وقته که فوت کردن. از کجا ما رو باید بشناسه؟ آها، پس فرانسویه، یعنی اجنبیه. از کجا بدونیم اینا رو برای تحریک کردن ما نگفته؟ ای وای، فراموش کنید فیلسوف و اینا رو. ببینید خانوما، ما از حالا به بعد تا گرفتن خواسته هامون باید مقاومت بکنیم. همین، فهمیدین؟ موافقین؟ باشه، ولی چطوری باید مقاومت کنیم؟ تا زمانی که درست بشه غذا نمیخوریم. من نمیتونم تحمل کنم. باید تحمل کنیم. همه با هم تحمل میکنیم تا زمانی که حقوقمون رو بگیریم. پشت هم وای میستیم و تحمل میکنیم. هستین؟ هستیم تا حقمون رو بگیریم. هستیم تا حقمون رو بگیریم. هستیم تا حقمون رو بگیریم. خانوما منتظر کارت دعوتیم؟ نکنه رژیم گرفتیم؟ نه رژیم نیستیم خانم. پس برای چی؟ نمیایین سر سفره؟ غذاها رو دوست نداریم. تا آشپز عوض نشه دست به غذاها نمیزنیم. کیفیت غذاها مناسب قصر نیست. مطمئنم که به حرف این دیوونه گوش نمی‌کنین. اذیت نکنین، همه سر سفره. نمیخوریم جبری کالفا، بی خودی زبون نریز. به قول فیلسوف روسی میخوایم زنجیرامونو پاره کنیم. چی؟ ای خدای کاش نمیگفتم. کالفا، ما از شما یه خواسته هایی داریم. تا اونا رو انجام ندید به هیچ وجه از اینجا تکون نمیخوریم. منو ببین،
میخوایم با هم صحبت کنیم. چه خواسته ای داریم؟ بهتره که با هم حرف بزنیم تا به یه نتیجه ای برسیم. زود باشین دیگه، منتظرم. پس نمیخواین که حرف بزنیم؟ این آشپز نابلد قصر باید عوض بشه. اول تشکمون خیلی اذیت کننده است چون کهنه‌ان، باید عوض بشن. دوم شبا هر وقت خواستیم میخوابیم و صبح هم هر وقت که دلمون بخواد بیدار میشیم. اینم سوم. به نظر من معقوله. یعنی حداقل راجع به آشپز حق دارم، مگه نه؟ تو یکی دیگه شروع نکن. 3. و اما شما جواب کارایی رو که میکنید و پس میدید. همه اینه زیر سر توی. فکر نکن نمیدونم خانم معلم. آفرین به ما. ورودی قصد کدوم طرف؟ هی خدا رو شکر تو رو دیدم دختر خان. یعنی سلطانم. وای نه، امکان نداره. من رسمان دارم عقلمو از دست میدم. حالم دارم توهم میزنم. آخه جوانمرد تو قصر چی کار داره؟ هی من راهمو گم کردم. ورودی قصد کدوم طرف بود؟ ببینم این واقعا تویی؟ فکر کردم دارم توهم میزنم. تو اینجا چی کار داری آخه؟ پادشاه صدام کردن. از این به بعد نه فقط تو خیالت بلکه تو قصرم منو تونتون میبینی. بهتر بهش عادت کنی. عادت نمی کنم آقا، چون دیگه ابدا دوست ندارم ببینمت. تازه اینجا باغچه حرم سراست. داد بزنم همه نگهبانا میرزن سرتو میبرنت. خیلی خوب، فرصت از دست نده. یادم رفته بود چقدر لجبازی دختر. لجباز؟ هی به خودت بیا. با یه سلطان داری حرف باشه میزنی. بابا چیزی نگفتم که. در قصر رو نشونم بده، قول میدم دیگه منو نبینی. باشه؟ پس برو دنبال کارت. از این طرف. خیر پیش. در واقع برای تو خیر پیش. مصیبت. بد اخلاق. اولین باری که دیدمت خیلی ازت خوشم اومد جوان. آدم درست حسابی به نظر میای. الان مثل همیشه میری میدون، قاطی بقیه افراد ینیچری میشی. بعدم در حق من بد و بیراه میگی. به شدت از من بدگویی میکنی. آشا سرورم، من کی باشم آخه؟ این وظیفته. یه عده از ینیچری دنبال فسادن. تو باید بری بینشون بفهمی اونا چه نقشه‌ای میخوان برای من بکشن. بعد به من میگی که بدونم و این خائنا رو از ارتش دونه دونه پاکسازی. سرورم، درباره شما اگه بد و بیراه هم بگم باور نمیکنن. میدونن به شما وفادارم. طرف بعد ماجرام همینه. اگه اونقدری که فکر میکنم باهوش باشی، از عهده این کار به خوبی برمیای. موضوع مهم، اگه بفهمی چه نقشه‌ای تو سرشونه پاداش بزرگی نصیبت میشه. پس از این فرصت خوب استفاده کن. اگه لایق اعتمادتون باشم برای من کافیه سرورم. انشالله از آتش برمیام. به اذن خدا میتونی. من این مهارت رو در تو میبینم. لطف دارین. سلامت و زنده باشین سرورم. بالاخره اومده. همه رو پخش کنید. این موضوع حال بشه میدونیم باشون چی کار کنید.
بازی بسته دیگه. شیرینی بخوریم که حرفای شیرین بزنیم. این موضوع همینجا تمومش میکنیم. شیرینی هاتونو بخورین و برین سر کار و زندگیتون. منم لطفمو نشون میدم و همه کارهایی که انجام دادین رو فراموش میکنم. من دیگه نمیتونم تحمل این کارو نکن. ولش کن خاتون، بذار هر کاری دوست داره بکنه. تو اینو ول کن، هر چقدر دوست داری شیرینی بخور. خوشمزه است، الان پخته شده، شربتش هم تازه ریخته. اگه الان بخوری محکوم به غذاهای بدمزه میشی. طاقت بیار خاتون. پس صبر میکنم. میدونم باهاتون چی کار کنم. حالا که هیچکی نمیخوره حیف نشه. سرورم، منو ببخشید ولی تنبیه این خانم معلم تموم نشده. میگم بفرستیم اتاق خودش، هرچی باشه معلمه. به نظرم تو اتاق خودش باشه بهتره. پس اونجا هم نمیتونه راحت بشینه. باز چی کار کرده؟ بگین چی کار نکرده. 2 روزه همه قوانین رو به هم ریخته. زنای حرم سرا رو هم تحریک کرده. الانم هیچ کدوم غذا نمیخورن، نه کار میکنن نه مکتب میرن. همش دارن خوشگذرونی میکنن. دلیلش؟ میگن آشپز جدید غذاهای بد درست میکنه. میگن تشک‌ها کهنه شدن. خیلی غر میزنن، ولی من از کجا باید میدونستم کار به اینجا میرسه؟ همش زیر سر این معلم است. خب به نظر تو غذاها چجوری هن؟ آشپز جدید خوبه؟ راستش زیاد خوب نیست. خیلی وقت بود داشتم دنبال کس دیگه این خب پس برو قبلیه رو صدا کن. تشک‌ها چی؟ خب تشک‌ها هم کهنن، ولی اگه من به حرفای اونا گوش کنم و کاری که میگن بکنن، دیگه تو حرمسرا منو تحویل نمیگیرن. دیگه احتراممو از دست میدم. خب دیگه جبری کافا بودن آسون نیست. میدونم یه راهی پیدا میکنی و این مشکل رو حل میکنی. سرورم، میگم آنا خانومو بفرستیم تو اتاق خودش. نه، سر جاش میمونه. آشپز عوض میشه، ولی نه به خاطر اینکه شما میخواین. خیلی وقت بود خودم تو فکرش ولی بالاخره عوض میشه دیگه. قبوله. وقت خواب، ولی وقت خواب تغییر نمیکنه. امکان نداره تغییر کنه. ما بچه نیستیم. هر کس هر وقت دوست داره میتونه بخوابه. نمیشه. من نمیتونم هر وقت دلتون خواست شمع و خاموش روشن کنم. هم اسرافه هم خطرناک. قبول. تشک‌ها عوض میشه. وقت بیدار شدن؟ بیشتر از این شانس تو از دست نده خانم معلم. وقت نماز صبح همه بیدار میشن. همیشه همینطور بود و همینطور خواهد بود. قبوله. حالا میتونیم با هم صلح کنیم. باشه، سوال میکنیم خانم معلم.
ببین، گفتم محمود ما رو نابود میکنه، حق با ما بود. فقط میخواد به ما نشون بده کیه. داره میگه من از شما زورم بیشتره، همون جوری شمشیر رو ازتون میگیرم، صداتونم نمیتونید در بیارید. اینجوری هم نیست. انقدرم راحت نمیتونه ما رو شکست بده. قدرت و شأن و شهرت اجاق ما مشخصه. چی داری میگی؟ تو عقل تو از دست دادی؟ نه، آقایون حق دارن. اومد دیشب منم نتونستم بیدار شم. گفتم مشکلی پیش نمیاد، ولی وضعیت کاملا جدیه. معلومه که پادشاه تصمیم خودش رو گرفته، میخواد ما رو نابود کنه. خیره جوان مرد، آفتاب از کدوم طرف در اومده که اینجوری حرف میزنی؟ تو که خیلی دوست داشتی پادشاهو. دوست داشتم تا وقتی که چشم به جیبمون ندوخته بود. این موضوع اسامی اصلا درست نیست. سهم بابام هم سر جاش بود. با مال خودم هم میتونستم 2 تغذیه بگیرم، اما الان یکیش میره. دیدی؟ تا کار به جیبامون رسید صادق ترین آدمش هم جا میزنه. جوان، قشنگ صحبت میکنی، حرفتو نمیشه نادیده گرفت، اما اینا حرفایی نیست که اینجا باشه صحبت کرد. یه نفرم یه نفر رضا. اینم بیاد تو مکان ابراهیم گرگه. بیاد ببین. دنبال من بیا. برو یکم حرف میزن. خلاص که چی؟ چه اتفاق داره میافته؟ تو بود، به کمک تو تونستیم از آشپز خلاص بشیم. نه، بهتره بگیم با همدیگه موفق شدیم. من بیشتر به خاطر تشکرمون خوشحال شدم. از اینکه تونستیم حقمون رو بگیریم خیلی خوشحالم. آنا تازه الان فهمیدم این تو ذات خودتون. چی عزیزم؟ همه چی رو زیر و رو میکنی، البته به صورت مثبت. های پری، جمعتون که جمعه. خب بلند شو بیا بریم کبوتر. پادشاه تو رو صدا میکنه. زود باش. پادشاه هم بالاخره میخواد از تنبیه من بگذره. انشالله. چه راه طولانیه رضا؟ هنوز خیلی مونده؟ تو هم خیلی خوشت اومده از این کارا. اصلا نشون نمیدادی. آره خب، هر کی صبری داره. چیکار کنم؟ تو فکر کردی اینجا کجاست؟ جاسوس پادشاه، از کی به مادر خیانت میکنی؟ اشتباه میکنی رضا. دوستی با ینیچری یه طرف، دنیا یه طرف. راه بیافتیم به کارمون برسیم. جاسوسی پادشاه رو فقط رو پیشونیت ننوشتی. مثلا این دفعه رو پای خودت با حیثیت بمیر حداقل. این جنگ واسه ثابت کردن خائنایی مثل شماست. شهادت اینو بگو. سرورم، از اینکه بالاخره تصمیم گرفتین به من گوش بدین نمیتونم بگم چقدر خوشحالم. بیا بشین. فکر کنم شما هم متوجه شدین که من نیت بدی نداشتم. آنا، گفتم بشین. موضوع اونی نیست که فکر میکنی. سرورم، کسی چیزی شده؟ موضوع باباته. بابا؟ تصادف کرد.